درود بر شما. من رضا نجارزاده هستم و این قسمت 46 و قسمت آخر تمرینات روزانه برای تار و ستاره. میدونم که هیچ کدوممون این روزا حال خیلی خوبی نداریم به خاطر اتفاقاتی که توی ایران افتاده و داره میفته. خیلی خیلی ذهنمون درگیره و تقریبا حوصله کارهایی که روزمره میکردیم و نداریم. منم فعالیت این کانال تقریبا 3-4 هفته نتونستم انجام بدم. اولش اصلا نخواستم که انجام بدم، ولی در نهایت دیدم که باید این کار انجام بشه. باید ما فعالیت هنریمون رو ادامه بدیم، فعالیت موسیقیمون رو باید ادامه بدیم. احساس میکنم این خودش یه جور مبارزه باشه. در هر صورت نمیدونم اصلا چه اتفاقی قراره بیفته، چه اتفاقی میخواد بیفته. بریم با انرژی این تمرین رو با هم دیگه انجام بدیم. تمرین خیلی خیلی مهمیه در رابطه با اینکه میخوایم راجع به انگشت 4 با هم دیگه صحبت بکنیم و یه چند تا الگو، یه اتود با هم دیگه انجام بدیم. انگشت 4 برای تار و ستار خیلی 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 به ندرت استفاده میشه، چون که توی متد آموزشیمون، توی کتب آموزشی اصلا تقریبا میتونم بگم نیست چیزی که انگشت 4 رو بهش اهمیت داده باشه. ما خب عادت کردیم دیگه، چون همیشه از روی این کتابا زدیم و یاد گرفتیم. نه خودمون نه اساتیدمون خیلی از انگشت 4 استفاده نکردن و نمی‌کنن. اما اگر انگشت 4 ما تقویت بشه و بتونیم به جا و درست ازش استفاده بکنیم، میفهمیم که یه قابلیتی که اینجا هست و ما هیچ وقت ازش استفاده نمی کردیم. خیلی میتونه بهمون کمک بکنه، خیلی جاها به کمکمون میاد و استفاده خوبی میشه ازش کرد. چطور تقویتش میکنیم؟ امروز من 7 الگو رو بهتون معرفی میکنم که با این 7 الگو به راحتی انگشت 4 میتونه تقویت بشه و یه اتود آخر بعد از اینا بهتون پیشنهاد میدم که اون اتود هم میتونه بهتون کمک بکنه. الگوی اول، کوک سازمون مثل همیشه دو سول دو، یعنی سی به کار کوک کردم، نیم پرده پایین. الگوی اول توی شور سول لا کرون، سی بمول و دویی که با انگشت 4 میگیریم. یعنی پوزیشن سول لا کرون سی بمول و دو رو با انگشت 1 2 3 4 قراره بگیریم که این الگوها رو روش انجام بدیم. 1 2 3 4 3 2 1 2 سول لا سی دو سی لا سول لا 1 2 3 4 3 2 1 2. خیلی یه بار یه دونه دو رو با انگشت 4 زدیم، قدم به قدم داریم میریم جلو تقریبا. سعی کنیم بکشینش و یه دو اینجا بزنید با انگشت 4 بدون اینکه انگشت 1 رو از روی سول برداریم. این الگو رو تکرارش بکنیم. این از الگوی اول. میریم سراغ الگوی بعدی. میخوایم بزنیم سول لا سی دو سی دو سی لا. اینجا یه خورده بیشتر داریم از انگشت 4 استفاده میکنیم. اگر این قسمت از دستتون احساس گرفتگی داشتین و درد گرفت، بهش فشار نگیرین، استراحت بدین و یکم ماساژش بدین. میتونین برین دستتون رو با آب گرم و صابون بشورین، قشنگ این قسمت رو ماساژ بدین که دچار گرفتگی نشه. سول لا سی دو سی دو سی لا. شماره انگشتمون پس میشه 1 2 3 4 3 4 3 2.
اینم تمرین کنید. الگوی بعدی 2 1 3 2 4 3 2 1 2 1 3 2 4 3 2 1. اگه دوست داشته باشید میتونید یادداشت کنید اینا رو روی کاغذ. لا سل سی لا دو سی لا سل. بریم سراغ الگوی چهارم. کم کم انگشت چهارمتون داره تقویت میشه. اگر الان خیلی نمیتونه با قدرت اون دوهایی که باید بگیره رو بگیره، زیاد بهش فشار نگیرین و آروم آروم با سرعت پایین این تمرین رو تکرار بکنین. کم کم در میاد، نگرانش نباشید. الگوی بعدی که داریم این شکلیه. شماره انگشتشون میگن همه الگوها تو همین پوزیسیونن، سل لا کراسی و اون دویی که با انگشت 1 2 3 و 4 میگیره. الگوی بعدی میشه 4 1 3 1 2 1 3 1. میگم یه بار یادداشت کنین. 4 1 3 1 2 1 3 1. یعنی میخوایم بزنیم دو سل سی سل لا سل سی سل. اوکی، این هم تمرین جالبی بود. حالا خیلی ساده میخوایم بزنیم 4 3 2 1 4 3 2 1 و تکرار در جای این حرکت که خیلی میتونه ورزش عالی باشه برای پنجه دست چپمون. 4 3 2 1 2 سی لا سل. الگوی ششم 4 3 2 1 2 3 4 3. دو سی لا سل لا سی دو سی. تکرار میکنم. حتما لزومی نداره مثلا توی همچین پوزیسیونی از انگشت 4 استفاده بکنید. این صرفا یه تمرینه، یه اتوده برای تقویت کردن انگشت 4. ممکنه یه جایی اصلا که فکرش هم نمی‌کنی توی موقعیتی یهو قرار بگیری، مجبور شی از انگشت 4 استفاده بکنی و اون موقع می‌بینی که داریش تو دستت. اینجوری نیست که اصلا باش بیگانه باشی و نتونی ازش استفاده بکنی. اون موقع به راحتی میتونی ازش استفاده بکنی. مخصوصا وقتی مثلا داریم شور سول میزنیم، وقتی که مثلا داری از سی بمول میخوای تکیه بزنی بری به لا کرون، همیشه با این مشکل ما مواجه میشیم که با انگشت سوممون از سی بمول توی این قسمت بالا دسته به دو بخوایم تکیه بزنیم، فاصله‌اش خورده بلنده. وقتی که انگشت 4 جون داشته باشه، با انگشت چهارمی تکیه رو میزنیم. مثلا یه نمونه بود از چیزی که قرار استفاده بشه بعدا. بریم سراغ الگوی آخر و بعد از اون هم اتود اصلیمون رو کار میکنیم. اتود اصلیمون هم یه خطه، کلا خیلی چیز سخت و پیچیده ای نیست. قبلش اینو بزنیم. میخوایم بگیم دو سی سی دو سی دو لا دو لا دو سل دو سل دو. یعنی 4 3 4 3 4 2 4 2 4 1 4 1 4 3 4 3 4 2 4 2 4 1 4 1 4.
این دیگه خیلی درگیر میکنه انگشت چهارم، حواستون باشه یا نگیره انگشتتون. اوکی، بعد از که اینو تمرین کردیم حالا بریم سراغ اتودمون. اتودمون هم که همون شور سوله، فقط از پایین دسته شروع میشه. یه الگویی رو میخوایم تو پوزیشن‌های مختلف تکرار بکنیم طبق روال همیشگی. میگیم که ر فا می سل، ولی با انگشت گذاریه 1 3 2 4 ر فا می سل ر فا می سل ر فا می سل ر. اوکی، نمیخواد سرعتی بزنیم، همون سرعت پایین. این همین کار میریم از یه پوزیشن پایین‌تر. دو می ر فا دو می ر فا دو می ر فا دو با انگشت گذاریه 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 1 و یکی پایین‌تر. دوباره یکی پایین‌تر و در نهایت از سل. یه بار کامل میزنمش بکنم حفظ میشه آدم راحت، نه؟ یه الگویی که توی 4 تا پوزیشن تکرار شد، 5 تا پوزیشن داشت. خیلی ساده است، میتونید حفظش بکنید و تکرارش بکنید. تمام شد تمرینات روزانه. مجموعه تمرینات روزانه برای تار و ستار اینجا به پایان رسید و بعد از این منتظر اصول بداهه نوازی باشید. مجموعه‌ای که خیلی خیلی وقت زیادی تا اینجا ازم گرفته بابت نگارشش، ولی اونم نوشتنش تمام شده و قبلا گفتم خیلی به این پروژه امیدوارم و خیلی خیلی اتفاقات خوبی میفته، چون حالا اونجا بعدا توضیح میدم مفصل. هم داریم بداهه نوازی رو کار میکنیم، هم اصول ریتم خوانی رو درش کار میکنیم، اصول دشیف رو حتی درش کار میکنیم. خلاقیتمون تقویت میشه. فوق‌العاده مجموعه خیلی خوبی میتونه باشه. حتما منتظرش باشین. اگر سابسکرایب نکردین تا الان کانالو سابسکرایب بکنین و منتظر اصول بداهه نوازی باشین. تمرینات روزانه اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.